خرد رسالت محمد عربی شفیع روز قیامت محمد مختار. اگر نواسطه روی بودی خدای خلق نگفتی قسم به لیل و نهار. علی و آل علی را به جان و دل صلوات بدان دو بازوی پرزور حیدری تا که زده سام بگن بلند صلوات. تا که از زیر نقاب آمد بیرون نور و غلمان از زنان مست و خراب آمد بیرون. بر سیرش مجبینان سرکشیدند از تراب با لب و حیران به میدان شیخ و شاب آمد بیرون. ساکنان نوشما مست می تعلیل شد قدسیان تقدیس گویان به حجاب آمد بیرون. علی جان فاطمه در آسمان کعبه چون آمد شفق از قفای صبح صادق آفتاب آمد بیرون. جوهری روت یا عکس جمال دلبرت لب محفوظت یا ملک تاب آمد بیرون. این چی جوهر بود یا رب کس تماشای رخت عقل و عشق در مقام اکتساب آمد بیرون. علی جان پاش گویم مظهر ذات خدا شد آشکار. ساقی کوثر امیر شیخ شاب آمد بیرون. که جلال کبریایی این ندا شد آشکار. لا فتاه لا علی لا سیف لا ذوالفقار. چون تولد یافت اندر کعبه سر کردگار لب توحید خدا بکشود مانند یزار. چشم بر روی نبی بکشود و نعتش را سرود در کنار مادرش بگرفت همچون گل خرار. رسم طفلان بسته کردن دست او را در قمات بند را بگسخت اندر یک فشار آن شهسوار. بندش بسته کرد از شرم و زنجیر و طناب جمله را بگسست اندر یک فشار آن شهسوار. زد صدا که ای مادرم دست خدایی را مبند دستی از آن را نبندیده است اندر روزگار. نیست بالا دستم دست دیگر در جهان زان که از این دست قدرت پروردگار. مادرا باشد نظام در اندر دست من از در شان شدالله فوق حیدی آشکار. برکند در راز خیبر افگند بت از حرم میدرد در مد اژدر میکوشد قیس از مزار. علی جان دست من اندر جهان مشکل کشایی میکند حاجت روایی دست من بر مور و مار. گر به خاطر باشدت این دست و آن شیر و بنات این همان دست است که از شنگ اسد دادت نجات. ای شهنشاهی که اندر رتبه سرالله‌ستی هر کی هر جا هر زمان جوید تو را پیداستی. معنی قرآن ناطق بای بسم الله تویی محرم اسرار سبحان الذی یسراتی. قل تعالوا گفت یزدان لحمک لحمی رسول زین دو نفس معتبر سر افسر اشخاصی. چون قوام آفرینش که از وجود مصطفی بعد او در نص قرآن عروت الوثقاسی. علی جان دادخواهی بی کسانی یاور درماندگان در مشاکل با محبان حل مشکلاتی. گه سلیمان و
گه نوح گه موسی تویی، گه خلیل و گه زبیب الله، گه عیسی، گه به دشت ارجنه، گه کوفه گه به بیر العلن، گه مدینه جاب القو جاب الساسی، هم نجف هم بلخ هم بین الجبل هم در هدن، هم به یک شب در 40 جا، هم تو با زهراستی. کس به ذات از پی نبرده ای ولی ذوالجلال، غیر ذات بی زوال و جز حبیب لا یزال. یا علی دارد محبان از حضور این سؤال، با چنین عز و تقرب با چنین جا و جلال. مست از این چیشا نامدی در کربلا، خواستکاندم دست عباس از جدا شد از قتال. العتش می گفت طفلان حسین در خیمگاه، از شیر و جدان پرسی از غریبان کیف حال. گفت آن یک یا علی ما جمله اولاد تویم، سر برآور از نجف بین تشنکامی حیال. ریشه تا و یاسین را یزید از بن کشید، جسم پاک کشتگان گردید از کین پایمال. یا الهی حرمت اولاد سلطان نجف، احمد شیدا رسانی در بیابان نجف. یا ابوالفضل فضل کن عباس و دو گیسوی احمد مختار، تو وزیری حسینی هیلم بردار، حاجت مومنین زلاد برار. هر کسی کرده به ما دین دعا، حاجتش را برار ای ستار. از کرم به شفای بیماران، تندرستی عطا بکن یک بار. هر مسافر که از وطن دور است، بار دیگر به دیارش برسان. ادا نماز تفضل تمام دینم، زین لاد بیامرز بالدینم. ادا نماز تفضل تمام دینم را، زین لاد بیامرز بالدینم را. مادر مرا به میر بلای تو داده شیر، بادا هزار رحمت یزدان به مادرم. پدرم غلام علی حیدری، مادرم تاج بیگم، تاج سر بیگم ها. بریشان میفرستم شب و روز و شینکی و فینکی، بریشان میفرستم صلوات محمدی.